سلام، میخوام این ویدیو رو واسه دل خودم بذارم. قرار نیست محتوای خاصی ببینید. تو این ویدیو میخوام بگم دنیام به 2 قسمت تقسیم شده، قبل و بعد این ویدیو. از اینجا به بعد باید خیلی قوی باشم. از اینجا به بعد دیگه خودمم و خودم. از اینجا به بعد دیگه کسی نیست که ازم حمایت کنه، کسی نیست که بتونم بهش تکیه کنم. آدمای زندگیتم دونه دونه بدون اینکه درکت کنن تنهات میذارن و میرن. پس بعد از این ویدیو به خودم قول میدم خیلی محکم به خودم تکیه کنم و کم نیارم، چون دیگه نمیتونم به هیچ کس اعتماد کنم. بعد از این اتفاق به این رسیدم که هیچ چیز تا آخر نیست و هیچ کس رو نمیتونی به زور پیش خودت نگه داری. بالاخره یه روز یا تنهات میذاره یا ولت میکنه یا از دنیا میره.